آرزوی در زندگی چی است؟ در زندگی آرزوی ماست که دکتر شم. در زمستان هم مفروشی؟ کدام دفعه تو شده که دستایت یخ زده باشه گریان کرده باشی؟ در گوشگک تو ما 6 ماه پیر در باران میشد در زیر هرچی میشد. باز گریان میکردی؟ سلام خورترک، خوب هستی؟ شکر. نامک چی است؟ فردوس. فردوس جان مکتب میخوانی؟ صنف چند هستی؟ 3. صنف 3 مکتب هستی؟ چی از دی چی آوردی؟ کس میخره هم؟ میخره دیگه روز 20 تا 40 تا هم قصد. دانه چند است؟ 5 روپا. 20 دانه 5 روپا گید چند میشه؟ 20 دانه 100 روپا. 100 روپا. باز خانه میبری مشکل دانه حل میشه؟ دیگه به چیز ما میشه چیزی میکنیم پس آرد روغن میبریمش. خب که باز پخته کنین ازی؟ چند نفر هستین در فامیل؟ در فامیل 5 نفر. 5 نفر هستین؟ و خودت کار میکنی خلاص؟ ده کسی نیست، غیر خودم ده کسی نیست. کل روزی را میگردانی؟ چند بیادرکا داری باز؟ یک خودم هستم 3 تا خواهر دارم، 1 تا مادرم. خانی تان در کجاست؟ خانی ما دمی سر کلولا پشته. سر کلولا پشته؟ کلولا پشته. خب آلی با ما چند مفروشی؟ این دانه 5 روپاست. دانه 5 روپا؟ بخورم اجازه است؟ چقدر مزدار؟ مزدار است. مکتب چندم نمره است؟ 2 هستم. 2 نمره؟ ماشاءالله 2 نمره. در کدام مکتب هستی؟ در مکتب کلولا پشته کس 9 مکتب هستیم. صنف چند هستی گفتی؟ صنف 3. صنف 3 مکتب است فردوس جان. چکنی هم داری نی؟ ماشاءالله. خیلی مزه‌دار است. نه آرزوی در زندگی چی است؟ در زندگی آرزوی ماست که دکتر شم. چی شوی دکتر؟ خب یگان دفعه شده که هیچ نفروخته باشه میتو رفته باشه خانه؟ زیاد شده. باز چی کردی؟ هیچ چیزم خانه بردیم میده. در زمستان هم مفروشی؟ کدام دفعه تو شده که دستایت یخ زده باشه گریان کرده باشی؟ در گوشگک تو ما 6 ماه پیر در باران میشد در زیر هرچی میشد. باز گریان میکردی؟ خدا مهربان است فردوس عزیز و مشکلات الله متعال حل کنه. یک توفه است از طرف ما به شما انشالله که ما به خودت میتونم حساب کنم. نه حسابش کن 5000 است. اینا فکر کو که روز 100 افغانی کار میکنی نه؟ یعنی 50 روز کار نکنی میبسه. صحیح. 2 ماه. صحیح است؟ قرار در خانه در سایت